نه لطفا دیگه ایشونو بین مریض نفرستید. بابا هر سری میاد اینجا میشینه میگه که من بین مریض اومدم، تو حق ویزیت نباید من بگیری، فکرشو نمیکردی، پیش بینی نمیکردی من بیام، چه میدونم وقتت خالی بوده، نمیدونم والا. نه لطفا دیگه بین مریض نفرستید ایشونو. آره ممنونم، دست شما. نفر بعدی بی زحمت بگید بیاد. ممنونم، خدا نگهدار. بفرمایید. دکتر جون سلام. سلام. شما؟ بابا تو چرا دست از سر کچل ما بر نمیداری؟ تو مگه نگفتی من دکتر خوبی نیستم؟ چرا دوباره اومدی پیش من آخه؟ گفتم آقا تا الان چی یاد گرفتی؟ مادرت دست از سر ما بردار. چرا میکشی؟ من مادرم مرده. تسلیت عرض میکنم. عذرخواهی میکنم، نمیدونستم. شما مادر خودتون بود همین حرفو میزنید. عذرخواهی میکنم، ببخشید، شرمنده، خدا رحمتش. شوخی کردم بابا. شوخی کردی؟ شوخی دیگه. بی خود کردی، شوخی کردی با مادر با آدم، با مادر شوخی نکردی؟ از این شوخی‌ها من تا حالا شوخی مادرم نکردم. من چیز بدی نگفتم که یه شوخی ساده بود، خندیدیم دیگه. حالا ساده بود. حالا شما هیچگاه شدی چرا میخوای؟ باشه نه برو شو. باشه سوالت سوالتو دکتر رو حقیقتش چند روزیه یه سوال واقعا ذهنمو درگیر کرده، عجیب، اصلا شب خوابم نمیبره. بعد هر کی میبینه میگه دیوونه است، این عاشق شده، این چرا اینطوریه که هست. خب چی شد؟ هر کی میگه شما خوابم نمیبره، اصلا خوابت نمیبره، مخم گیرپاچ شده. گیریپاش همون که شما میگید. بعد چی هست سوالش؟ حالا بپرس سوالو. من البته اینجا پاسخگوی سوالات شما نیستم و من دکترم، ولی حالا بپرسید ببینم سوال شما چیه. می‌خواستم ببینم چرا شما دکتر رو همش به ما تبعیض قائل میشید؟ چرا همش به ما میگید حواست باشه بیمار نشی، به بیماری نمیگه حواست باشه نری تو وجود اینا؟ این تبعیض واقعا تا چه حد بین دکتر و مریض؟ واقعا این کارا چیه؟ دقیقاً. خب چرا همش ما رعایت کنیم یا اونا رعایت کنن؟ وقتی که شما یک سری مراعات ها رو، یک سری رعایت ها رو انجام میدی در مقابل بیماری، مثلا وقتی یه نفر مریضه میری پیشش ماسک میزنی، یا وقتی دستتو اینور اونور میزنی جای کثیف میزنی، دهنت نمیکنی، دستتو با مایع میشوری، داری به مریضی میفهمونی که ببین من سلامت جسمی برام مهمه، پس تو حق نداری نزدیک من بشی. اما موقعی که ولنگاری میکنی، موقعی که یعنی که دستتو برجا میزنی میکنی تو دهنت مثلا، خب داری به مریض میفهمونی که من سلامت جسمی برام مهم نیست. آخه من برای سلامت جسمی مهمه. خب مهمه، شما به اون بگو نه. درسته برات مهمه، اما اون شخص نمیفهمه. اون شخص میمونه شما وقتی داری اینقدر راحت با میکروب ها ارتباط برقرار میکنی و اینقدر پوشش جسمی تو باز گذاشتی، فکر میکنه که مثلا دیگه تو برات مهم نیست، اهمیتی برات نداره. حالا که اینو گفتی، میخوام یه نکته اخلاقی به اونایی که دارن ما رو نگاه میکنن بگم. ببینید توی جامعه ما امروز خیلی‌ها هستن میگن که چرا خدا فقط به خانم‌ها گفته حجابتون رو رعایت کنید؟ چرا اصلا شما فقط به خانم‌ها تذکر حجاب میدید؟ به اون آقا بگو چشماتو ببند، نگاه نکن. چرا فقط خانم‌ها؟ اولا میخوام بگم که خدا تو قرآن هم به آقا گفته چشماتو حفظ کن و هم به خانم گفته حجابت رو رعایت کن. اما علت تاکید ویژه روی حجاب خانم‌ها چیه؟ به خاطر اینه که توی جامعه ما هم افراد بیماری که به حرف خدا گوش نمیدن وجود داره. یعنی افرادی هستن که اصلا حرف خدا براشون اهمیتی نداره، همینطور نگاهشون هرز میچرخه و به هر چیزی که دوست دارن نگاه میکنن. خدا به خانم میگه خانم حجابت رو رعایت کن که اون فرد بیماری که به حرف من گوش نمیده تو رو اذیت نکنه. و از این ور باز به خانم میگه حجابت رو رعایت کن برای اینکه اون آقایی که میخواد سالم زندگی کنه و میخواد از معرض بیماری ها دور باشه اون هم سالم بمونه. حالا اینطور که شما میگی یعنی منم حجاب سرم کنم روسری؟ شما به نظرم کلا یه دور مختو در بیار شسته من به نظرم کلا پروانه پزشکی رو باطل کن، برو این کلاه بذار رو سرت بگی جواب تره. به نظرم بیشتر مخاطب داره. تموم شد. همون که بله خیلی تاثیرگذار بود. خوش اومدید. همچنین یا عظیمه. خدا نگهدار.